نگون عزیزی گرامی، قبل از همه من از پروردگار برای هر یکی شما عزت و برکت و سعادتی ابدی با دعا تمنا میکنم. پروردگار همیشه همه شما رو کامیاب، موفق و در تمام کارهای خیر همیشه سرفراز، سربلند، با عزت نگاه حفظتون کند. موضوع امروزه مستقیم ما اطراف صلح در آوردن بین دو قهری یا صلح در آوردن بین دو مسلمان یا مجموعه یا گروهی از مسلمان ها در خود در دایره وسیع باشد، خود در دایره یعنی خرد. حالا آشتی در آوردن یا که صلح در آوردن بین مجموعه یعنی افرادی، چند افرادی یا که دو نفری بین اکا و دو در بین زن و شوهر، یعنی بین دو نفر قهری یعنی صلح در آوردن یکی از عبادت های بزرگ است. حالا ببینید یعنی در دین مبین اسلام دروغ گفتن حرام است. در دین مبین اسلام دروغ گفتن چی حرام است، لیکن استثناء در سه حالت اجازت است. یک حالتش یعنی برای نجات نفس یا در جنگ، حالت دیگرش بین زن و شوهر در مسئله مهر، و حالتی سومش که ما و شما در این برنامه قرار داریم بین صلح بین دو طرف، بین یعنی آشتی در آوردن یا صلح کردن بین دو نفر یا قبیله یا اینکه وسیع‌تر یا خوبتر، یعنی برای اصلاح در آوردن بین این افراد یعنی شریعت اسلامی اجازه دادگی است که میانه رو چکار کند، یعنی حتی دروغ بگوید و این دروغش یک اجر و ثواب تبدیل می شود. فرض کردیم برای حالا دو اکا و دو دری که قهری هستند، دو فرزند پدری که قهری هستند یا دو همسایه که قهری هستند، حالا میانه رو می رود، طرفی رو میگه که خب همین همسایه شما نسبت شما چندانی نظر یعنی چندان نظری بد ندارد، نسبت شما نظری نیک دارد. میگه خب یک مشکلی شد بین ما و خب دیگه از هم دیگر دور مانده ما، لیکن من میل آشتگی دارم، میل دوستی دارم، میل همسایگی برادری دارم، یعنی هرگز میل نیت دشمنی ندارم. ولی برعکس یعنی اون دشمن جانش است، هر وقتی که فرصت اگر بیابد یعنی میزند یا هلاک یا که دیگر چیز آسیب یا ضرر میرساند. لیکن حالا میانه رو میرود، طرف این دو همسایه میگه که خب همسایه شما نسبت شما چندان یعنی چی ندارد، نیتی بدی ندارد، نسبت شما فکری نیکی دارد. میگه خب دیگه یک چیزی نفهمی شد گذشت، من میخوام دوستی داشته باشم، همسایگی خوبی داشته باشیم، یعنی یکون دشمنی نمیخواهم، هیچ ضرری به همسایم نمیخواهم یا هیچ ضرری به برادرم نمیخواهم یا هیچ ضرری به زنم یا که بعض شوهرم نمیخواهم. یعنی بین طرفو میانه رو میرود، کوشش میکند، اصلاح میدارد. حالا در سوره شورا پروردگار میگوید که من عفا و اصلح فاجره علی الله، یعنی کسی که اصلاح بدارد بین دو قهری، وقتی که اصلاح میدارد میانه رو، اجر این به پروردگار هست، اجر این رو پروردگار میداند. و در سوره فصیلت هم میگوید پروردگار که ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حمیم. یعنی هیچ بدی و هیچ نیکی به پاداش و به عذاب نیست، بدی به عذاب نیست.
عذاب بدی رو انسان در همین دنیا میکشد. شروع فکر میکنن که هر بدی کردن، ظلم کردن، فریب کردن یا که ضرر رسانیدن، با همین تمام فایده کردن. میگن نه، برعکس. هر کسی ظلم کرده است، هر کسی که زیان رسانیده است، همون زیان دیده و اساساً یا که اصلا ضرر دیده ان همون زیان دادگی یا ظالم هست. اگر ظالم یا به عبارت دیگر وسیع‌تر یعنی اشکرتر، اگر ضرر رسانیدگی، اگر فریب کردگی بداند که چه عاقبت بدی در این دنیا، خصوصا در اون 30 سال پیری چه عاقبت بدی دارد و چه عذاب سختی در روز قیامت انتظارش هست، تا آخر عمر جستجو از همون مظلوم، از ضرر دیدهش میکند تا اینکه اون ضرر را جبران کند، پهلی حلالی طلب کند، یا اینکه ضرر مادی باشد ضرر مادیش را بر بگرداند، اگر ضرر معنوی باشد ضرر معنویش را برقرار کند. یعنی تا آخر عمر دست جستجوی اون بداند که در دنیا و آخرت قیامت چی ضرر میبیند، با تمام هستی و وجودش تلاش میکند تا اینکه اون ضرر مظلومش رو همینجا راضی کند. به خاطر که چی؟ به خاطر که هر ضرر رسانیدگی، هر فریب دادگی، هر ظلم کردگی در خسران و در ضرر است. ولی بسیار فکر میکنن که فریب کردم تمام کنم، یعنی زندگی میکنم تمام، من زورم. زورن همون مظلومه که ضرر دیده است یا فریب خورده هست که فریب خورده است. زور انا همون است، کامیاب انا همون است، موفق انا همون است. چرا از اجر فرد روز قیامت از اجر پاداشت میگیرد. هم ظلم کردگی دو فریب کردگی دو انسان رو در پیری خوری و ذلیلی و عاجزی و ضعیفی و زیر پایت خور و ذلیل میکند. انسانی ضرر دادگی و که فریب کردگی رو. برای همین خداوند عزوجل میگوید استعیذ بالله والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. کسایی که خشم خود رو فرو میبرند و گذشت میکنن میگن توکل به خدا یا که بخشیدم، یعنی والله یحب المحسنین. اینا انسانی نکوکن، اینا انسانی کامیاب هستن. کی از کامیاب؟ اون ظالم و اون یعنی در ظاهر میبینیم که قوی است و ضرر میرساند دیگر اون کامیاب نیست، اون ناکام است. برای این حتی دانشمندان اسلام میگویند که کسی ظلمت کرد اگر میتوانیش ببخشیدش، بخشیدیش، اگر بخشیدی پروردگار اجری عظیم برایت میدهد، در همین دنیا عزت و برکت و خیر و سعادتت میدهد و در آخرت اجر و پاداشش حد و کنار ندارد. حد و کناری چی؟ اجری چی؟ اجری انمون گذشت کردن و بخشیدن و یعنی حلال کردن و تحلیل کردن و فراموش کردن. اگر میگوید که هیچ که نتوانستی هیچ به زبانت نیار و تماشا کن که پروردگار ظالم را چکار میکند. پروردگار اگر دیرم بگیرد بسا سخت میگیرد، پروردگار دیرم بگیرد سخت میگیرد. برای همین هیچ وقت تلاش نکن. میگوید دانشمندان اسلام میگن که دو چیز رو هیچ وقت در به زبانت نیار. دو چیز رو، دو کاری رو که در حیاتت شده است هیچ وقت به زبان نیار. مبادا در فکرت چرخ زد حوالهش به خدا، یا اینکه بگو که پروردگار رو به خاطر خودت بخشیدمش، یا اینکه حالتی دومش بگو پروردگار رو به درگاهت قبول کن. این دو کار چی هست؟ یکی نیکی کرده رو و کسی نیکی کردی هیچ وقت به زبان نیار که من به فلانی 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 ها رو کمک کردم. نگو هیچ وقت. اگر در ذهنت چرخ زد آمد که کار فلانی روزه فلانی فلانی ها رو کمک کردم، بگو الحمدلله. لیکن به زبانت نیار که به کی رو کمک کرده ای. اگر میخواهی عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو
میگن این دو کار رو هیچ وقت به زبان نیار. یکی نیکی کرده رو هیچ وقت به زبان نیار. یکی ظلمی شدگیت که ضرر ناوردی، اون انسان هایی که از خیر و برکت و کمک و یعنی چیز کمک دیدند و نیکی دیدند، اونها به یک دوست عزیزترین دوست و برادر تبدیل میشن، چرا که منت نکردی. منت نکردن نیکی و به خاطر خداوند انجام دادن این نیکی برایت عزت و برکت و سعادت می شود. حالا به زبان نیاوردن این ظلم، اون خواه همسایه باشد، خواه زن باشد، خواه شوهر باشد، خواه کسی نباشد، برادر باشد یا که همکار باشد. حالا ظلم ستم زیان ضرر اون رو به زبان که نیاوردی، یعنی خداوند عزوجل میگه این از بندم، یعنی این ظلمی کردگیش رو هیچ عکس العمل نشان نداد، به خاطر من کفیل این هستم، من اجر و پاداش این مظلوم رو من میدهم، چرا که به خاطر من این از زبان نآورد و به من حواله کرد. پروردگار چنون رحمت پروردگاری چنون وسیع است که تمام اشیا رو فرا گرفته است و اجر و پاداش انسان هایی که غضب خود را الکاظمین الغیظ، یعنی غضب خود را فرو میبرند و ظلم و ستمی که دیدگی هستند به زبان نمیارند. به خاطر چی؟ به خاطر پروردگار. اون پروردگار برایشون چنون میدهد که هم مظلوم و هم ظالم در حیرت میمانند. حتی فرد روز قیامت هم همون ظالم آرزو میکند، میگوید ای کاش در جای این مظلوم من میبدم. حالا این که ظالم هست، این خود ظالم هست، لیکن آرزو میکند که کاش من مظلوم میبدم که این همه عذاب و درد رنج و آفت و عذاب و شکنجه رو نمیچشیدم یا که نمیکشیدم یا که عذابش رو نمیدیدم. برای همین انسان مسلمان باید در تمام کارهایش باید که چیز همیشه تکیه و توکل و تمام کارش را حواله به پروردگار باید کند. باید که همه یعنی کار و فعالیت و زندگیش را به خاطر خدا کند و پروردگار بسنده است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. یعنی ظلمش میکنه میگه توکلش به خدا. اگر میبخشدش اجر و پاداش عظیم، اگر نمیبخشدش بعد تماشا کن که پروردگار اون ظالم را چیکار میکند. هیچ ممکن نیست که اون ظالم را پروردگار یعنی چیکار نکند، جزای ندهد، ممکن نیست. برای همین کسی که به پروردگار تکیه و امید به پروردگار که میکند، پروردگار کفایت کننده او است و اجر و پاداش عظیم برایش نصیب روز میگرداند. این یک مسئله. مسئله دیگری که حالا انسان‌هایی که میانه روی میکنن آیا اون اجر و پاداش دارد؟ یکی از بزرگترین اجر و پاداش و عظیمترین و بزرگترین اجر و پاداش برای انسان میانه روی که بین دو نفر صلح می‌دارد، بین دو نفر آشتی می‌دارد، این بس اجر و پاداش عظیم دارد. این بزرگترین یعنی چی هست؟ حتی از نماز ثوابش، از نماز و روزه و حج و زکات و از همه این ثواب اونی که میانه روی میکند، چی بین اکا و دادر، چی بین اپا و خواهر، چی اما و خاله و دیگر سویا، وقتی که صلح میارد آشتی میدارد، ثوابش از این همه عبادت و ثواب میانه روی در صلح یعنی برتر و زیادتر است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحمت. این دین مبین اسلام و معنی دین اصلاح و آدم باید مسلمانان چطور پیدا داد؟ سلام داشت. دیگه سوال ندارید؟ سلام داشت. بین یعنی صلح در آوردن بین زن و شوهر و اکا و دادر و همسایه و کارگر و دیگر خود دایره خرد باشد، خود دایره وسیع باشد. پروردگار اجر و پاداش عظیم برای این گونه انسان ها
یعنی چیز اجر و پاداش عظیم برای این مسلمان، برای این میانه را اجر و پاداش عظیم وعده کرده است. همچنین که من گفتم حتی اجر و پاداشی میانه روی که بین دو قهری یا دو طرف آشتی می‌دارند، صلح میکنند، یعنی اونا یعنی دوستی یا زن و شوهری یا اکادودری یا اپاخوهری یا همسایگی مقرری جاری میکند این میانه رو، اجر و پاداشش حتی از اون عبادت‌های اساسی و شعائری برتر و زیادتر است. برای چی؟ حالا ببینید که یعنی پروردگار برای اصلاح در آوردن بین دو قهری دروغ گفتن را اجازت دادگی است. حتی در عبادت‌ها دروغ گفتن را اجازت دادگی نیست. در اینجا اجازت است، در اونجا اجازت نیست. پس معلوم شد که این خیلی کاری مهم است، کاری بزرگ است، اجر و پاداش عظیم دارد. برای همین در اینجا حتی میانه رو میگوید که خب برای بگو که دیگر چندان نظری بدی ندارد، خب یک نفهمی شده است این چندان یعنی واهمه و وحیم و یا اینکه خطرناک و دیگر هم نبود، عادی و ساده بود. بین هر انسانی، بین هر اکا و دودری، بین هر زن شوهر این میشود، عادی است، میگذرد. باز این زندگی دوام میابد. اینو صلح میکنن، صلح کردن، رفتن، حالا ببین فلانی 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 دروغ. لیکن اجر و پاداشی چیز عظیم دارد. برای همین مسلمان باید که کوشش کند که بین طرفای قهری، طرفای چیز که با هم جنگی هستن، قهری هستن، انسان مسلمان همیشه باید کوشش کند که چیکار کند بین اینا آشتی بدرارد. من عفا و اصلح، کسی ببخشد و اصلاح بدرارد بین چیز، بین دو قهری، فاجره علی الله، اجر بزرگ این بر پروردگار است که عطا میکند اجرش رو. الو اولا بین مرحمت. اگر میونی تو برادر یا که افراد یک خانواده رابطه قطع شده باشد، برای به هم آوردن آنها در قدم اول باید اصلاح کنند. در قدم اول چیز؟ کی باید اصلاح کند؟ کی باید اصلاح؟ خب سلامت بشه، دیگه سوال نیست؟ سلامت بشه. یعنی وقتی که میبینید که بین اکا و دودر یا زن و شوهر، باید که خود همون قهری اول قبل از همه به دخالت بیرونه باید خود وریدی مسئله شود و حل مسئله رو جستجو کند، تحلیل و تشخیص کند و مشکلی رو برطرف کند. بین زن شوهر باشد، در نوبت اول شوهر، در نوبت دوم زن، باید خود تلاش کنند تا اینکه مشکلی بین خود رو خود حل کنند. دیگر بیرون باید که چیز نکند، آگاه نشود، درک نیابد، خبر نشود. پدر مادر خسر کشتمان عموما باید درک نیابند از مشکلی بین این زن شوهر، مشکلی که در بین زن شوهر هست. اگر عادی ترین مشکلی که بین زن شوهر، عادی ترین مشکلی هم که باشد، وقتی که بیرون میرود میاد این زندگی رو اون میرود و واهمه و چند تا علاوه و میبافن و یعنی میسوزن و دیگر، یعنی زندگی اینا رو برهم میدهد. باید که انسان عاقل، زن شوهری عاقل، اکا و دودری عاقل، عقل و فراست که دارن، در حال باید خود کوشش کنن تا اینکه این مشکلی بین خود رو خود، یعنی بی خبر شدن هیچ کس، نه پدر و مادر، نه خسر خشتام، نه هیچ کس، از دو طرف هیچ کس باید درک نیوان. اینا باید که زن شوهر باید که خود بشینن بگن خود چی بود، چی شد، چی خیل شد، خب دیگر با همین مسئله تمام یعنی هم دیگر رو گذشت کنن. چرا که یکی از نامه‌های عقد نکاح میگویم، یکی از نامه‌های همین عقد نکاح عقد گذشت است که باید که همیشه باید زن شوهر هم دیگر رو چیز گذشت کنن. این یک. حالا انکه دودر رو دیگر وسیع و همسایه دیگر باشد که حالا دیگر رو هم که درک یافتن. این یک انسان تجربه دار، یک انسانی که میتواند یعنی قابلیت دارد، مهارت دارد در این مسئله، باید که میانه روی کند، یعنی علم داشته باشد، فرهنگ و معرفت داشته باشد، اون کاری نکند که به جای صلح باز دشمنی اون زیاد شود. یعنی انسانی با تجربه باید که میانه روی کند تا اینکه صلح کند بین اینا. علیکم سلام. لبین. الو. لبین گوش میکنم. سلام داشتم حضرت جان.
علیکم سلام. یک شخص اصلاحگر کدام صفت‌ها را باید داشته باشد؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه دیگر سوال نیست. سلامت باشید. خدا خیر برکت. یک انسان اصلاحگر باید کدام صفت‌ها را داشته باشد؟ اصلاح عبادت است. اصلاح بین دو قهری عبادت است. پیش از اینکه رو شروع کنند ما یگون عبادت بینیت نداریم. حتی یعنی توصیه دانشمندان اسلامی است که طهارت کند. پیش از اون که میرود مینروی میکند طهارت کند، نیت کند. پروردگار من همین کار خیر اصلاحی که بین همین دو نفر در آوردنی هستم کامیابم کن. الو. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. والله بای گوش کیسم با کبزه. یک سوال بسید نظر در یعنی شای آیله های این دوزه کدام همی کارها را پیش بود که همی آیله ها توی دایما نشوند؟ نفهمیدم چی خیل؟ یه بار دیگه تکرار کنید سوال رو. در برای همی بیانشایی آیله های جوان خب برای چشگیری همی پدیده نمکتب کدام استوارت بکر بود که آیله ها توی دایما نشوند؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. دیگه سوال نیست؟ نه. موفق باشید. خب یعنی انسان اصلاحگر باید چیز طهارت کنه، چرا که این عبادت است. نیت کنه و از پروردگار کمک طلب کنه. پروردگار من به خاطر روزگی خودت بین همین دو نفر زن شوهر فلانی فلانی یا بین همین اکا و دودر فلانی فلانی یا بین دو همسایه فلانی فلانی، یعنی پروردگار یک سعی تلاش میکنم تا اینکه آشتی شوند کمکم کن. تکیه و توکل و امید به پروردگار کند و شروع کند. اول نیت رو نیت کند که پروردگار من از همین فقط اجر و پاداشی تو رو میخواهم. پروردگار کامیابم کن. یعنی وقتی که این نیت رو کرد و وضو هم گرفت و بسم الله گفت کار شروع کرد، خداوند از حتمی کامیاب میکند. کسی که تکیه و توکل و امید به پروردگار کند، پروردگار اون رو در تمام کارهای خیر یعنی کامیاب و موفق میکند. این صفتی چیز؟ صفتی میانه رو که باید با معرفت باشد، با سواد باشد، ولو چند آیت چند حدیث بداند، چرا که این طرف رفت این آیت این حدیث بخوند، این طرف که اومد این آیت این حدیث این چند مصرع شعر، یعنی درباره دوستی و درباره گذشت و درباره کمالات انسانی و صفت‌های انسانی کامل یا کامیاب شوی انسانی کامل و چند قصه و چند واقعه در ذهن داشته باشد، اونو نقل کنند که فلانی هم خیل شد کار با او حد اندازه رفت بعد به خود آمدن. حالا یکی از بهترین دوستایی هستند یا که از بهترین عائله های هستند که فرزنددار شدن، حالا فرزنددار نشون، یعنی فلانی یعنی چند آیت حدیث، چند مصرع و شعر، چند واقعیت حقیقت بیان کند بین دو طرف تو اینکه اون دو طرف رو جلب کند، تو اینکه اون دو طرف همدیگر رو گذشت کنن و زندگی رو شروع کنن. انشاءالله با امید پروردگار این وقتی که همدیگر رو گذشت میکنن، زندگی شروع میکنن، تکیه و امید به پروردگار میکنن، حتمی کامیاب و موفق میشن. سوال نوبتی که برادر سوال دادن و گفتن که برای پشگیری عائله ها باید چیکار کرد. بینندگان عزیز، برادر عزیز، بینندگان عزیز گرامی، یعنی تجربه حیات اثبات کردگی هست که یعنی هر کسی که معلومات دارد پیش از اون که یعنی اون واقعیت رو میبیند باید تصوراتی واقعی داشته باشد با واقعیت. تصوراتش با واقعیت موافق بیاید انسان کامیاب و موفق می شود. تصورات با واقعیت موافق نباشد ناکامی به وجود می آید. حالا جوان، پسر جوان فکرهایی دارد که باید زنم باشد، اون باشد، این کند اون کند، دیگر، حالی که در واقعیت میبینید که چنین نیست. بعد میشد عائله و پشگیری. یا اینکه جوان دختر حالا که شوهر کردن باید که تمام میخواسته های هم اجرا کند، حالا که همون پدرش در مدت 18 سال همون ارزویی که از شوهرش میخواهد، همون پدری 50 ساله 60 ساله اجرا کردن نمیتواند. این بچه یعنی جوانی 20 ساله یا 25 ساله از کجا این همه ارزوهای اون یعنی ارزوهای اون جوان دختر رو
انجام داده میتواند. پدری 56 سالش نمیتواند انجام داده و یک بار میخواهد که این جوان 20 ساله 25 ساله تمام آرزوهایش رو اجرا کند. وقتی که تصورات با واقعیت موافق که نیامد، پشخری اویله ها با وجود می آید. برای همین در بسیاری کشورهای من در نزدیک کنفرانس اسلامی بین المللی یعنی اشتراک داشتم و صحبت هم داشتم، یعنی در اونجا به خلاصه آمدن که یعنی تمامی برای پیشگیری پشخری اویله های جوان یعنی کورس ها کوتاه مدت 3 ماه 6 ماه حتی سرتیفیکات، اگر این سرتیفیکات رو نداشته باشن نکاح نمیکنن. یعنی حتمی برای که نکاح کنن باید این سرتیفیکات یا که این کورسی کوتاه مدت رو باید گذاشته باشن، معلومات پره درباره ازدواج یعنی حق شوهر، حق زن باید چگونه باشد، مرد چگونه باشد در زندگی، این همه معلومات رو داشته باشد، پس نکاح میکنن. در همین صورت کامیاب موفق میشن. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از جون سوال داشتم. مرحبا. اصلاح آوردن در میان افراد اویله چگونه باید باشد؟ سلامت باشید. سلامت باشید. اصلاح آوردن بین چیز افراد اویله باید پدر و مادر خیرخواه باشد، نسبت همه فرزند یک خیل خیرخواهی داشته باشد و بین چیز علیکم السلام و رحمت الله. تا جواب سوال داشته؟ مرحبا. همین برای اسکی در آوردن میان تو برادر چه عجب پاداش از طرف شریعت اسلام مقرر شده؟ سلامت باشید. خیر برکتی. دیگه سوال ندارم. سلامت باشید. یعنی چی اجر و پاداش؟ اجر و پاداش از اینه که پروردگار میدوند. والله یحب المحسنین. قبل از همه بالا همین میانه که هست که اشتی میدارد بین اینا از نکوکاران و نکوکاران رو پاداشش رو اجر و پاداش عظیمش رو پروردگار میدهد. از این دیگه برتر ثواب است که تمام پروردگار گناهش میامرزد، پروردگار در عمرش، در زندگیش، رزق روزیش، فرزندانش، آیندهش، اهل خانوادهش برکت عطا میکنه. چرا؟ به خاطر که در یک اویله که قریب که یعنی همه پریشان و سرسان و سرگردان هستن، همه قهری و با هم دیگر یعنی ناجور و ناساز هستن، یک الفت و محبت و دوستی و برادری رو یعنی جاری میکند با کمک پروردگار. همین برکت خودش پروردگار برای اون میدهد. برای این میگوید که میخواهید هرگز نشوید، بیماری رو دیدید بگید پروردگار رو شفایش بده. زنی حامله رو که دیدید بگید که پروردگار رو فرزندش رو یکی از فرزندای صالح و به آسانی به دنیا بیار. معیوبی رو دیدید پروردگار رو عوض این معیوبی رو برایش اجر و پاداش عظیم نصیب روزی بگردان. سرسون و سرگردان و قرضاری رو دیدید بگید که پروردگار رو از قرض و از خجالت نجاتش بده، در زندگی کامیابش کن، در عمر رزق و روزی و فرزندان و دیگر خیر و برکتی دائمیت نصیب روزیش بگردان. اگر میخواهید عزت و برکت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت این کارها رو انجام بدهید، پروردگار اجر و پاداشی به حسابش رو برایتان عطا میکند. و باز تکرارا میگویم که انسان‌هایی که میانه روی میکنند و اصلاح بین یعنی قهری‌ها می‌دارند، اجر و پاداشی عظیم و خیر و برکتش رو در زندگی این دنیا و هنگام سکرات موت قبر و قیامت و برایشون عزت و برکت و سعادتی ابدی میشود. علیکم السلام. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. مرحبا. برای اصلاح آوردن میان مسلمانان کدام قشر باید تو داشته باشن؟ برای اصلاح در آوردن بین مسلمان ها کی؟ چی؟ برای اصلاح آوردن میان مسلمانان کدام قشر باید سعی بکنید؟ معاری اجازه سلامت باشید. سلام دیگه سلام. یعنی برای اصلاح در آوردن بین مسلمان ها یعنی چیز باید انسانی به معرفت باشد، انسانی آگاه باشد، انسانی عالم باشد، یعنی شک نیست دانشمندی ورزیده، یعنی قابلیت و مهارتی سازش بین دو قهری داشته باشد. این خیلی مهم است و تجربه هم داشته باشد. یا قدم اول هم که باشد عقل و فراست و یعنی
باری اول چی گفت، باری دوم چی گفت، باری سوم چی گفت و باری چهارم باید چی بگوید، این همه رو در ذهن داشته باشد. از روی برنامه باید برود، باید این مهارت قابلیت رو داشته باشد. حتمی هم کامیاب می شود در اصلاح در آوردن بین مسلمان ها و در برابر این اجر و پاداش عظیم پروردگار رو کسب می کند. در اخیر از پروردگار بزرگ الله سبحانه و تعالی به همه شما عزت و برکت و سعادت و کامیابی های دائمی دنیا و آخرت را تمنا میکنم. همیشه خیرخواه باشید. عزتمندترین و کامیابترین مسلمان خیرخواهترین مسلمان است. برای این دعای مؤمن است که پروردگار نیتم نیک، قلبم را صاف و پاک، عملم را صالح بگردان. وقتی که این دعا رو میکنید و برای این دعا عمل شدن تلاش میکنید، پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو نصیب روزی میگرداند. همیشه کامیاب و سرفراز. تو برنامه دیگر در پناه الله ذوالجلال و الاکرام و همیشه عزتمند و سربلند باشید. موفق باشید.